فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد انجام چند عمره در یک سفر سوال کردن که گفتن اگر عمره های دوم و سوم بخواد به جای کسی دیگری باشد آیا اشکال دارد؟ ولی من در هفته گذشته این مطلب را کاملا توضیح دادم. از نظر شرعی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اصحاب ایشان در یک سفر چند عمره انجام بدهند. پس بنابراین اولاتر و قول اکثر علما این است که عمره دیگری را در این زمینه انجام ندهند. منتها نهی وارد نشده، نهی در این زمینه حدیثی به این معنی که باشه که در یک سفر دو عمره بکنید چنین چیزی وجود نداره. اما عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم با اینکه سالهای طولانی در مدینه بودن نمیتونستن به عمره یا حج بروند، وقتی که مشرف شدن در هنگام حج فقط یک عمره رو انجام دادند و حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که نمیتونستن عمرهشون رو کامل بکنن، رسول الله با عبدالرحمن ابن ابی بکر ایشون فرستادن بروند از تنعیم احرام ببندند و برگردند. در این سفر حتی عبدالرحمن ابن ابی بکر که همراه عایشه بود ایشون احرام به عمره مجدد نبستند. پس بنابراین قول راجح در این زمین این است که در یک سفر دو عمره کردن خلاف اولا هست و جایز در واقع نیست، ولو اینکه به حساب کسی دیگر باشد، ولو اینکه برای پدر باشد یا برای مادری که از دنیا رفتند یا هر کسی دیگر از مردگان باشد جایز نیست. یک عمره در یک سفر باید انجام بدند و وقتی که می‌خواهید که برای گذشتگان خودتون عمره را انجام بدید بهتر از همون وقتی که خارج میشوید از شهر خودتون و به میقات میرسید همون نیت عمره رو برای یکی از مردگانتون یا برای پدر و مادرتون از اونجا انجام بدید. اما در یک سفر که یک عمره برای خودتون باشه یکی برای پدر و مادر چون این چیزی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. و انسان سعی بکنه و بیشترین چیزی که به مردگان میرسد دعا هست. وقتی که در حرم رفتن اگر نمیتونه برای پدر و مادرشون در واقع عمره رو انجام بده، در هنگامی که در حرم مکه هستن در طواف در صفا و مروه حتی در نمازهای خودشون در سجده میتونن برای پدر و مادرشون دعا بکنند و بالاترین چیزی که در روایت اومده که ثوابش به پدر و مادر میرسد همین دعا هست. روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت الله متعال درجه یک انسانی رو خیلی بالا میبرد، به ارزش و مقامی رو میدهد. این انسان خودش میفهمد که من در دنیا این همه اعمال خیری رو نداشتم که این درجه مقام رو داشته باشم. سوال میکند که یا الله این درجه مقام از کجا به من رسیده؟ الله متعال جواب میدهد که به دعای ولدک لک، به خاطر دعای خیر فرزندت برای تو هست. یعنی این که شما برای پدرتون دعای خیر بکنید در نماز در داخل سجده خود وقتی که در حالت سجده هستید، در التحیات که نشستید یا بعد از نماز که دعا میکنید، وقتی که برای پدر و مادرتون دعا بکنید این بالاترین درجه را دارد و با موجب رفع درجات مردگان شما ان شاء الله خواهد شد.